گریان ما رعایت میکنیم. همدیاران عزیز، در خانه اکثر ما و شما قرآن غریب است. قرآن در بالای شفنر ما و شما چند گرفتگی خواب است. قرآن نمیشکاییم، بیبلیه را میشکاییم. امروز تاجیک اکثرش نصارا شده است. از روی 2 کیلو روغن، از روی 1 کیلو آرد و 1 قابچه آرد. مر به همین بیناموسید. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه در بالای سینه‌اش سنگ کلان میموندن، میزدن، دست و پاش بلیزه ها با کاردا چاک میکردن. احد میگفت از دین نمیگشت. امروز چقدر مسلمان تاجیک بیناموس شده است. خالق یکتاش مونده، امروز زردشتی را تعریف میکنه. امروز دانشمندای ما از تلویزیون میگن که ما زردشتی بودیم، زردشتی باقی میمونیم. نه، قسم به نام الله، ما مسلمان بودیم، مسلمان باقی میمونیم. زردشت دین نبود، زردشت در دین کافر بود. من نمیدانم این دانشمندای ما این فردوسی را شاهنامه‌اش نمیخونده باشن. دختر شگریف حامله دار شد، از دخترش حامله دار زردشت که امروز فیلسوفای ما تعریف میکنن. قسم به نام الله به اسلام فخر بکنیم، قرآن دوست بداریم. گر همه خواهی مسلمان زیستن، نمدار بچه ها کرده سیاه شیشه های سیاه. این خائن ملت هستند، اینا دشمن ملت هستند. اینها دختران ما و شما را لیش میسازند، پسران ما و شما را گیرنکش میسازند، بی آداب میسازند، بغیر بی آبرویی. امروز پسر تاجیک پدرش حرمت نمیکند، دختر تاجیک مادرش حرمت نمیکند، پدرش پخن میگه، مادرش مخن میگه، پدر مادر جان. رئیس به خاطر کارش پدرش پدر جان میگه، مادری رئیس مادر جان میگه. مر بیناموس، منبری مادر اخت مادر جان بگی، پدر اخت منبری پدر جان بگی. مر بیناموس، تو چرا از قرآن دور موندی؟ تو از احادیث نبوی دور موندی. قسم به نام الله، اگر تو مادرت دوست بداری، هر پگه پای مادرت بوسه بکن، تو پادشاه میشوی، تو آبرومند میشوی. آیا نمیدانیم که بزرگای کم بغل به دعای مادر چی شدن؟ اسحاق در کتاب نوشته است، میگه استاد ما در خواب دیدم، استاد من در خواب دیدم ریش مبارکش پر از در یاقوت بود. پگه درس آمدم، استاد من پرسیدم که استاد امشب من در خواب دیدم ریش مبارکت پر از در یاقوت بود. استادش گریان شد، گفت که بله دین مادرم پایلیش در روی زمین گشته بود. من از در آمدم، مادر مرقه کردم، در بالای کورپاچه شیناندم، بر ایشان پای مادرم تازه کردم. انا این بود که ریشی من تو در خواب دیدی که دور و یاقوت بود. امروز ما با مادر چی میکنیم؟ طرفی مادر داد میزنیم، طرفی زنامان، زنک جان و عروچان مادر داد میزنیم. مادر که تو را به دنیا آورد، سببی به دنیا آمدن تو مادر شد، پدر پیر شد. امروز مادر قدر ندارد. مادری که در خبر آمد است که به سوی 3 کس نظر کردن عبادت است. یکمش بیت الله را نظر بکن، در نام اعمال خدا ثواب می نویسه. بگو که خداوندا این خانه را تو آفریدی، دوستای تو در گرد خانه طواف میکنند، به تو رو پرو میشوند، تو را دوست میدارند. دویمش قرآن بشکا نظر بکن، بگو خداوندا این سخنی تو است، من دوست میدارم سخنی تو را. سیومش این همی مادرایی که روش جنگ زدگی هستند، این همی پدرایی که پیر هستند، همین را نظر بکن، در نام اعمال تو ثواب نوشته میشد، در نام اعمال تو ثواب نوشته میشد. هم دیاران عزیز باهوش بیاییم. ما و شما را غربی ها بغیر بی آبروی چیز تعلیم نمیدین. ما و شما فقط آبرومان از قرآن میشویم، از احادیث پیغمبری گرامی اسلام. ما چرا امروز بیناموس شدیم؟ چرا ما اسلام دوست نمیداریم؟ اسلامی که ما و شما را گفت که پدرت بشناس، پدرت نبر مسافرخانه بسپار. امروز جوان تاجیک پدرش مسافرخانه میبره، کجا شد ناموس؟ مادرشن حرمتش نمیداند. مادر دوست بدار. اسلامی ما آمده است که ای فرزند تو دوست بدار مادر پدرت. من خطاب به سوی پدران میکنم، پدران عزیز، این همش علاماتی است که بیسوادی است. ما فرزندامون رو تعلیم قرآن نکردیم، ما تعلیم احادیث نبوی نکردیم. ما پدرها در سری دسترخوان نشستیم، نگفته که بچه جان بسم الله بگو، تو بنده خدا هستی، تو امتی پیغمبری گرامی اسلام هستی، تو بگو که اشهد ان لا اله الا الله. چرا امروز دخترچای 3 سالی ما شعر منیژه را میدونه؟ چرا شعر غزل سریا را میدونه؟ چرا فاتحه را نمیدونه؟ چرا امروز فرزندای 5 ساله ما سوره فاتحه را نمیدونن؟ چرا امروز جوانای ما کلمه توحید نمیدونن؟ من وقتی که نکاح برم جوانا میگم که بگو کلمه توحید بگو، میگه بابی دامرا کلمه توحید چی باشه؟ امروز جوان تاجیک دخترها سبسته بیچاره دخترها بروگ میپوشن، نافاشون تافته. امروز ایده همه در صحرا با پدرش در مسجد بشینه، رود سیاد دیوسی حرام. اینا مشدیم. الله میگه که یا ایها الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان. نردی بازار را دید، روش یعنی مکد، انگشتاش در گوش انداخت، گفت لعنتی خدا بر شما الا نردی بازار.
امروز شرم نمیداره، موش سفید نردی بازی میکند. با میگی برادر نردی بازی نکنم مسلمان، تو پگه میموری با کدام مولای احمق تو را جنازه میکند؟ میگه ما مسلمانو گپ در دیلای، روسیا گپ در دیلای، زنا بکنی، عرق بنوشی، نردی بازی بکنی، زن تلیش بکنی، دختر تلیش بکنی، با تو مسلمان، تو صدقی مسلمان شوی. این شیطان است را خرسن میسازه. تو از اسلام خیلی دور موندی، تو صدقی نام مسلمان شوی. ما خطاب واسه جوانا میکنم، خوشا به حال جوانایی که زن میگیرن، زنشان برای خودشان میگیرن. نمیرن صد مردی عرق نوشی حرام خور با عروس سینه‌اش پس میکنه تماشا میکنه. روسیا دایوس نکاح نداری تو صدقی زن شوی. تو زن برای خود نگرفتی، تو زنی جورهات ای. من صدها بار میگم جوان او جورت از لب کندگی تو بیزاره، او لوای کندگی تو تماشا نمیکنه، او سینه‌های سفید زن تماشا میکنه و رخسارهاش تماشا میکنه. تو دیدگی گشته در هر روز خدیشی. اون طرف با همون جورت میگه که سینه کلام بوده است، لنجاش خیره، همون جورایی که در برات میستن. من نمیدانم میمون زنش نگاه میکنه، زنش نگاه میکنه، خروس زنش نگاه میکنه. امروز جوان تاجیک جوراش میگه بیا پری سنی ما بریم. امروز جوانی که همین کارا میکنه من نمیدونم کدام ماده شده، کدام ماده امریکا، ماده روس. نه ما مسلمان هستیم. تو ماده قرآن بکن. ای مادر تو پیرو به فاطمه شو، تو پیرو به عایشه بکن. خدا چرا دخترت منیشه میمونی؟ چرا دخترت حافظ کلیش در صحرا حافظی میکنن؟ فقط قطعی همون دوزخ میری. من احب قوما فهو منهم. کسی در دنیا کسی را دوست میداره در روز قیامت همون قطعی میخیزه. حاجی دیوس باشه حافظی بکنه عرق بوده قطعی لیل میخیزه، قطعی استالین میخیزه، قطعی کافرا میخیزه. اگر کم بغل باشه مسلمان باشه در بر رسول اکرم قطعی ابوبکر صدیق میخیزه، قطعی عمر فاروق میخیزه، قطعی حضرت عثمان ذی النورین میخیزه، قطعی همین کس. من نمیدونم خدا میگه عرق حرام. یک برای کافره که امروز اگر بگو که ای برادر تو مسافر دولینی داری، تو بچه 30 ساله دولینی داری، تو عسل نخو، تو گوشت گوسپند نخو. همین خانی بابی عبدالرحمن میگه که بچه هم گپ زن گوشت چیه؟ ای خاک در سرت مر باب چی میپرسی؟ گوشت گوسپند. ها نمیخورم. چرا؟ مرا ورش گفت که تو دولینی داری. ای کاش که تو بمری تو زمین بکشه بهتره. تو نمیپرسی که الله در قرآن گفت که عرق حرام، زنا حرام، غیبت حرام، گیره فروشی حرام، زن حرام. پیشی بری سینه زن تا محکم بکنی حرام است. اینا نمیپرسه. چی میگه؟ گوشتی چیه؟ گوشت گوسپند نمیخورم. چرا؟ مرا ورش گفت که نخو که تو دولینی داره بمیری. ای کاش که تو بمری تو خلاص شوی. امین بیناموسی. الله میگه که عرق حرام نخو، ننوش. ای جوانان عزیز ما خطاب اسلام بگذارد. چرا مردم تو سرگردان میکنی؟ بگو مرا گراب کنید برای در پیش ایوان گور کنید. تو صدقی قرآن شوی، تو صدقی حدیث رسول اکرم شوی. ناموس در اسلام است، ناموس در قرآن است. تو وقتی ناموس نداری تو چرا خطا نام تو بگی مسلمانم؟ من حیرانم. ایروز بگو که یا مسلمانی یا کافر هستی. تو منافق نشو. تو قرآن، تو مسجد بند نکن، تو ورزید قرآن نبرو. تو کیلون گرفتی برای کیلون بچت بگی. تو چرا میگی که یک بچه دارم تو میکنم رستوران با توبه میکنم؟ نه توبه قبول نیست. تو نعوذ بالله عرق عشقش قدی فراری زن و مرد جمع کنی با بکنیم مسلمان. نه این کار نمیشه برادر جمن. در پیشگاه خداوند جواب میگی. بنابراین لحاظ یکم گروه کسی است که عرق نوش، دویمش که آقی پدر و مادر، کسی که پدر و مادرش از وی ناراض روی جنت نمیبیند. سومش دیوس کی است؟ همین جوانایی که در مسکو کار میکنن آماده سپوشکه میخرن برای عروساشون. امروز عیده میبرن نگر زنک لوات سرخ بکن. امروز جورای ما کتی رو پرو میشی. بعد این جوان میبره در پیش جوراش میگه زنک کتی جورای ما سلام بکن. با در پیش خودش دست سفید زنشه جوراش میشپونه. با تاجیک تو اگر نشپونه کوی نمیتیه. قایدی تاجیک همیه. اگر کارخانه‌ش هم بود رئیس هم باشه زنکا که سلام میکنه اروس میداره از دستی گفته میره بالا کابینتش میداره. تاجیک مردم دستی زنکا را تا نشپونه با نمیره. با این جوان چخ میسته در بالای سر میشینه میگه عروسی هم برو قطعی جوری رقص بکن. ای رود سیاته بدبخت کو یک بار ساعت یک شب بخه بگه عروس بخه در پیش می رقص بکن. می برقص میگم شوس مردن در پیش جورت رقص میکنن. قطعی جورت سلام میکنن، خش زیبا میکنن. خونت کی آمد با لباسای کانش میپوشه، تنش کی گاو میکنه بیچاره برو تپرا میکنی. فقط با کوچه میروی دخترای شلوغ کوچه رو با تماشا میکنی. نعوذ بالله کجا رفتیم ما با کدام راه رفتیم؟ ما و شما جواز بداریم، ما و شما بی ناموس نشویم. ناموس اسلام است، ناموس قرآن است. اسلام ما و شما را با آبرو میسازد، غیر قرآن ما و شما را بی آبرو میسازد. بنابراین لحاظ الحمدلله رب العالمین موضوعی که من آیتی که من خواندم همین است که در سوره مومنین خداوند چی میگه؟ قد افلح المؤمنون، نجات یافت مسلمان ها. مؤمنان نجات یافتند. کدام؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون.
مردمانی که در نماز در حالت نماز خواندن آبی چشم میکنن، گریان میشوند. امروز در بین ما و شما 40 درخت است، نماز نمیخونه، نماز نمیخونه، قرآن نشده بیچاره. اگر ملا بلنگواکه بگیره در میگه چی میگه؟ خب کانکم حمور مستنفره فرت من قصوره، رنگی که در کوه پامیر یک خری وحشی شیر ببینه با تمام قوتش میگریزه که مرا میخوره، مسلمان میگریزه. یا فناتیکن، یا بیکارن، روت یا فناتیک. پدرت مرد پدرت گور کرد، مادرت مرد مادرت گور کرد، تبارک در بالای قبرت خان ترا میگه زینا نکن، عرق ننوش. این فناتیکو او جوره که ترا ورزاب میبره، زن تماشا میکنه، سینه هاشه، دختر تا خانهش میاری تماشا میکنه، تمام نیتی بد داره. او فناتیک نیو ملایی که بیچاره میگه برادر تو گرهی نکش، عرق ننوش، زینا نکن، تو بدبخت نشو، آبرومند شو. او برای تو فناتیک. مر به همین بیناموسید. تو این خلقی گفتی، قرآن فناتیک گفتی، پیغمبر فناتیک گفتی، الله از تو بیزار است. تو بندگی چی داری؟ تو صدقی نام مسلمان شوی. خداوند چی میگه؟ بندگانی که در نماز در حالت نماز گریان هستند اینها از آتش در خلاص یافتند. هم دیاران عزیز، من خطاب به سوی مادران و جوانان میکنم، پدرایی که بیناموس هستند، پدران عزیز، پسرم پدر آق میکند، پسرم پدر آق میکند. حضرت عمر رضی الله تعالی چی گفته بود؟ در نشسته بود، یک مسافر آمد، قطعی جوان 20 ساله 25 ساله آمد، سرش خون بود، یاره بود، سرش خون میرفت. گفت که چیکار کردی مسافر؟ گفت بچه من زد. حضرت عمر وقتی میپرسید مسافر گریه میکرد. جوان گفت که امیر المومنین مرا گوش میکنید یا گوش نمیکنید؟ گفت در چی میگی؟ گفت که آیا همین پسرم در بالای پدر حق داره؟ گفت بله حق داره. چی حق داره؟ گفت حق زمین است که باید اول زن مسلمان بگیره، مرد زن مسلمان بگیره. امروز اکثر جوانای امروز که عرق نوش و گریه کش هستند، زنهای فاحشه را زن گرفتن، از زن فاحشه عرق نوش امروز زن تاجیک کنیاک می نوشه. امروز زن تاجیک در کازینوها لیچ رقص میکنه، از همین خیل زن با همین خیل زنی لیچ با دنیا می آید. سببی در یک تفسیر میگه که یک زن همسایه، این یک بزرگ میگه فرزندش بسیار مردم عذاب میداد، دزدی میکرد، هر کار میکرد. یک روز نزدیک زنش در آمد گفت آیل من چی گپ است که من از خدا میترسم اینقدر طاعت میکنم، این چی گپ است فرزند ما بیاداب است؟ زن فکر کرد گفت مردک جان وقتی که همین فرزند مان در شکم من یک ماه بود، من خانه همسایه در آمدم، از خانه همسایه بر آمدند انارش کشال بود، با سوزنه کم سراخ کردم، یک کرد آبی اناری به همون همسایه را نوشیدم. انمو یک کرد انار فرزند ما را انم خیلی حرام خور کرده است. امروز نعوذ بالله در پیش عروس کنیاک ماندگی، شاید که اندک پس دخترای تاجیک اول کنیاک بنوشن در رستوران، بعد نکاح بکنن و بعد دیگه کار بکنن. ای زنی که لیچ باشه، از زنی که سطر نداشته باشه، او چقدر شما فرزند میگیرید. ما شما همون دهقان هستیم، برای کارتشکا گیری زمین چند بار پابل میکنی، یاری که من تخمی خوب بگیرم. تو فکر نمیکنی که تو از کدام خاندان زن بگیری که تو فرزند زیبا داشته باشید؟ از خانه مسلمان زن میگیری، برای تو خداوند چی میتید؟ فرزند مسلمان میتید. بنابراین میلیاز خداوند چی میگه در سوره مومنون؟ نجات یافتن از آتش دوزخ کسانی که در حالت نماز خواندن گریان میشوند، آبی دیده میکنن. امروز وای بر حال کسی که سرش در سجده الهی نزده است، یک بار خالقش پرستش نکرده است. با میگی برادر تو نماز میخونی؟ نه، گپ در دل باشه. گپ یهود قسم به نام خدا گپ یهود است، این گپ کفار است. گوسپند ای پای خودش کشون، بز ای پای خودش کشون. نه، اگر این همی داماد یک از گناه بکنه، این همیجا خوشا به حال بابی عبدالرحمن، اگر این همیجا عرقتی باشه، زن و من رقص بکنن، همه داماد جواب میتین در پیشگاه خدا. چرا؟ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مسلمان کسی است که برادر جواب میگه، مسلمان کسی است که برادرش نصیحت میکنه، میگه برادر تو میموری، جوان هستی، تو پیر هستی، میموری، بیا نماز بخون. به نماز نگر. نماز دکومنتی ما در قبر، نماز دکومنتی ما در روز محشر، نماز دکومنتی ما در در جنت در آمدن، نماز دکومنتی ما جمال الله را نظر کردن. کسی نماز نمیخونه دکومنت نداره، خداوند قبولش نمیکنه، جنت درش نمیتین. امروز اگر تو یگان کارخانه بروی، تو میپرسن که دکومنت داری؟ خواندی؟ میگه بله، بیا قبولت میکنم. نداری؟ قبولت نمیکنه، تو دکومنت نداری. اگر تم که نماز نخواندی، تو قبول نمیکنن، نه در قبر قبولت میکنن، نه در محشر قبولت میکنن، نه در
دهر ده جنت قبول میکنن، نه تو جمال الله را میبینی. تو خازن باشی، خامرد باشی، نماز بخوان. فرق میان مسلمان کافر، نماز خوب از بی نماز قدش برندر است. هر روز خوب یک بار تسبیح میگفت است، میگفت است که الحمدلله الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی من تارک الصلاة. خداوندا من تو را شکرانه میکنم، من کرد خود را برای سجده آدم رضا نکرد. شیطان 1000 مرتبه بی از مردی بی نماز، او بری آدم تو بری خدا نکرد. گلی که بوی ندارد با وی چمن حیف است، دلی که عشق ندارد با وی بدن حیف است، سری که سجده ندارد با وی کفن حیف است. قسم به نام الله مرد بی نماز 3 قبض سان حیف میکند. صدقی 3 همون قبضی سان شود، 20 متر 20 متر کفن حیف میکند. او بدبخت همون لباسای بی نمازش گور کنید، صدقی کفن شود. صدقی همون خیل مردمی که تابوت ایوای بیزار است، تابوتی که مردی بی نماز زنی بی نماز بار میکنن، تابوت فریاد میزنه خداوندا من بیزار هستم از این مرد بی نماز، ملائکه نمیان نزدش. امروز مردی تاجیک زنی تاجیک نماز نمیخونه، مادرامون موی سرش قیچی ای مرد فر نداره با میگه مرا جنازه کنید. صدقی جنازه شوی تو، در زندگیش ازار نداره بیچاره مادرمون، سرش ویچ با مردک با مولای احمق او رو گاوره میکنه. روز یا تو مولای احمق، تو بی ناموز، تو مسخره کردی قرآنه. خداوند میگه چی میگه؟ یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا آیات الله هزوا. ای بندگان من قرآن مسخره نکنید. زنی که در حیاتش با ستر است او را گاوره بکن. زنی که لیچ است چرا تو گاوره میکنی او را؟ چرا در بالاش تو با او را چی میپردی؟ او را بر همه خیلیش او را بگران و صدقی بالایی همون تابوتی که مثلا میپسد که همون شود در زندگیش همه جاش میتافت و مردش او را محکم بکن. نه، بالای کسی را زن محکم کن که در زندگیش خش سطر کرد. بنابر همین لحاظ هم دیاران عزیز، حضرت شمس الدین کبایر در کتابش نوشته است در دوره حضرت موسی علیه السلام یک زن گریان در آمد. حضرت موسی علیه السلام قطعی شاگردانش نشسته بود. گفت که مادر جان چرا گریه میکنی؟ گفت که سبب گریه من همین است که شوهرم نیست، من زنا کردم، از زنا حامله دار شدم، کودک من کشتم، امروز توبه میکنم، در حق من دعا بکن. حضرت موسی علیه السلام گفت ای مادر برای که غضب خدا می آید. جبریل امین آمد از نزد پروردگار گفت که ای موسی علیه السلام خداوند به تو سلام میگه، لکن چرا تو دعا نکردی در زنی که او پشیمان شد؟ آیا تو نمیدونی از این گناه سخت‌تر چی است؟ حضرت موسی گریان شده گفت که چی است؟ گفت بی نماز از این بدتر است، بی نماز از این بدتر است، مردی بی نماز از این بدتر است. بنابر همین لحاظ جوانان عزیز، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. وای بر حال کسانی که نماز قضا میکنن، نماز میخوانن و قضا میکنن. ویل آتش دوزخ هر روز 70 مراتبه از ویل پناه طلب میکرده است. ویل مکانی همون کسانی هستند که نماز قضا میکنن. این مردم تاجیک این چی کار میکنن؟ من شب در کوچه های شهر ایا جا میگذاشتم، زن و مرد در کوچه های شهر نه نماز نه روزه، زنی تاجیک لیچ میکرده و پگه میمرو رو جنازه میکنن. من نمیدونم این با کدام بی ناموسیش مرا میگه جنازه بکن. تو با کدام حالت خود مسلمان میگیری؟ با کدام حالت؟ رسول الله تو بیزار، خداوند از تو بیزار است، روی حضرت ابوبکر صدیق از تو ناراض است، روی عمر از تو بیزار است، روی عثمان زینا بیزار است، حضرت علی روش از تو بیزار است. اینا کسانی رو دوست می‌دارن که یا با ناموس هستند. چرا امروز ما اینقدر بی ناموس شدیم؟ چرا غمی فرزندامون نمیخوریم؟ چرا غمی دخترامون نمیخوریم؟ ما پدرای دروغگوی هستیم، مادران خیانتکار هستیم. در روز قیامت دختر وقتی خدا نپرسه که کنی فلانی دختر چرا نماز نخوندی؟ دختر چی میگفت است؟ خداوندا چرا مرا مادری مسلمان ندادی؟ مرا با ستر میکرد، مرا کوشگر نمیکرد، دروغ نمیخرید. همین مردمی که در اینجا حضور دارن دختراشون خودتان یوبکه میخرید، خودتان بروک میخرید، پول میتید در زناتون. من نمیدون امروز ما با کدام لفظی باشه میفهمونم، لکن امروز مردی تاجیک درونش پر است فسق و فجور شده است، عقیده کفری شده است. قرآن میگه که در شپریز اندا او کال بزن که همین قرآن قبول کنه، دروش بود رویا ریاکس میته قبول نمیکنه قرآن. چرا؟ دروش پر از محبت لیلی نه، دروش پر از محبت استالی نه، دیگه او کال نمیده رویا، تغییر نمیاد. ببین همین جوزیشتگی ها برادر، زن تا سرش پوشون، دختر تا پوشون، خیلی میگی ملا گفته
با هم رفتار نمیدونم که ما چخل اگر خیر خوشا بهار کسی که بناموس باشه زنش بعدی فهمیدن برای زن اگاخی تو ما را خیر خدا بتر رومال بکش پیشی برت محکم بکن گوشواره تیلات برای ما زینت بکن دختر تو بگو دختر جان تو گوشواره اندا پگه شوهر میکنی قدی شوهر در پیش شوهر زینت بکن او نمیکنین برادر ارجمند ما حاضر همین اگر نمی اومدم همین توی صاحب توی خفه میشه که ملاها ناپیسش ده اومد شما را چی کار بکنم گپی مرا نگیرید شما دروغگو شدید اگر یک عروسی کافر شما رو بگوید که تو برادر تو از یاش هستی پیسه برآمدی بعد نماز میخونی گپی همو رو میگیری من برای تو میگم خالق قد گفت است که برادر تو رو شیطان فریب ندید تو آرزوی بسیار داری که خانه دیتجا بسازم من مکسیمه بگیرم چی بگیرم خانه قبرستان اندازم میگم برادر تو قبر فراموش کردی قبرستانم یوریمونش فراموش کردی تو برای خانه یوریمون ای دوبه استا میاری برای قبرستانت استا نداری میگم برادر جوانی عزیز میموری یک روز بینما در پیش جواب میگه خیلی ملا میگه چیکار کنم برای تو دیگه همین کارو بوده که بکنی چیکار میکنی بکنی گپ نگیری یک کسی که وقتی دوست داشتی فریاد کردی و گپش باید بگیری گپش که نگیری چرا فریاد میکنی اون چرا یک ساعت بیکار من چند کس درس میگفتم چند کس صحبت میکردم مخلص قدی و تو مرا که فریاد کردی گپ بگیری من قدی صحبت بکنم نگیری من چیکار بکنم بنابراین جوانان عزیز بعد شنیدن زن تا بساتر بکو دختر تا بساتر بکو همسایه تا بسوی مسجد دعوت بکن همسایت بگو برادر تو مسلمان هستی چرا در خانه ما را یهودی تق تق میکنم چرا حزب تحریر کافری در بدر خانه میگردم چرا ما مسلمان ها همسایه ما به سوی مسجد دعوت نکنیم چرا نمیکنیم برای که بیناموس هستیم ما یکدیگر را دوست نمیداریم در غمخوار یکدیگر نیستیم از خدا نمیترسیم غمخوار شریعت نیستیم وقتی که ترس در دل ما باشه شبا خواب نمیبرد خدا را حاضر نمیدانیم همچنانه که امام غزالی رحمت الله علیه میگه که مرد زن دوست می داشت مرد زن دوست می داشت زن سفر برآمد مرد به خاطر زن برآمد وقتی رفته شب کاروان دم گرفت در یک مکان همه خواب کرد مرد پیش زن آمد گفت که زنک من تو را دوست می دارم قدیم از زنا بکن گفت برای کاروان نظر بکن مردم ها خواب هستن یا بیدار رفت دوان خرسندی را کاروان نگاه کردم خواب گفت بالاش خبر بگی بالاش خبر که آمد گفت همه خواب هستن گفت همه خواب برای خواب هستن زنک با استاد گفت که برادر خوب تماشا کردی همه خوابن گفت برای همه خوابن گفت من ترا میپرسم که الله هم خواب است مرد شاخ شد گفت الله خواب نمیکند لا تأخذه سینة ولا نوم الله ذات است که او را پینک نمیگیره الله ذات است که او را خواب نمیگیره گفت خوابش نگیره ما چقدر در پیش الله گناه میکنیم تو از خدا نمیترسی شرم نمیداری مرد توبه کرد گفت خداوندا من پگه چیکار میکنم به این چشما چخیل الله را نظر بکنم به این چشما چخیل من رسول الله را نظر بکنم ای مردم باش بیاید اسلام دوست بدارید فقط قرآن دوست بدارید میبره حیوانان لیچ هستند گاو و گوسپند لیچ است نیم که زنی تاجیک لیچ باشد کجا رفته سیم همین ماد امریکایی ماد یهودی ما را بیناموس میکنن یا 10 سال پس دیگه ما میلاد از بین میره ما دیگه زنی تاجیک حلال نمیویم دایسی حرام مرد در کارای زنک تلفن میکنه که اکه خانم خونه آمده یکو چرایی که ای بر پدر لعنت وری مرده که اکه خان خانه بیگانه مردی بیگانه میداره در کارش نمیگه که زنک دیگه بیاید تو زنک تا خدا شر نمیداری من در خانه نیستم تا اکه خان تا میاری قدید پاتا میمونه قدید میشه چخشک کرده ناموس کجا شید اکه خان در اسلام حرام های دادر خان حرام های قدید دختر اعمه سلام کردن حرام های قدید دختری خاله سلام کردن حرام قدید زنای اکاتون حرام سلام کردن قدید زنای دادراتون حرام سلام کردن مثلا امام اعظم رحمت الله علیه ما قدید زنی اکا دادرمون حج رفته نمیتونیم چرا ما محرم نیستیم بیگانه است اگر اکمون دادرمون که بمره بعد ایرش برآمدن درست کسی میگیره بگیره زنی بیگانه است هر کسی بگیره درست است بنابراین میلی هست الحمدلله رب العالمین خدا را شاهد بدانیم امام غزالی رحمت الله علیه خدا مقامش جنت الفردوس کنه میگه در خانه یک شخصی بزرگ قحطی آمد کم بغلی آمد مرد بازار میرفت از ساعت تا بیگاه میگه کار کنم برای کودکام یگان خوراکه بیارم کسی پسوی کار نمیبوشه یک بیگاه گریان آمد زنش پرسی که مرد چرا تو گریه میکنی گفت کسی مرا با کار نمیبره کودکام گرسنه است از گرسنگی خوابشون نمیبره چیکار کنم ای پگه گفت زنک جان تو برای کار یگان کار بیو گفت میلش مرد جان زیق نشه پگه من میرم پگه زنکی زیبا کوچه برآمد در این خانه میرفت در این خانه میرفت کسی قبولش نکرد در آخر کوچه یک مردی سوداگری پولدار بود خانه همون مرد در آمد دید که زنی زیبا گفت چی خدمت گفت که کودکام گرسنه است
از گرسنگی شب خوابشون نبرده است. یگان چی بودیم رفته کودکان بودم. گفت بسیار خوب، تو دختری زیبا بودی، زنی زیبا بودی، بیا قدیم زنا بکن، هر چیزی که در کار باشه ما برای تو میتونم. زن گریان شد آمد خانه گشته. مردک دید گفت چرا گریان هستی؟ گفت که مرا به سوی زنا دعوت میکنه، من از خدا میترسم، من نمیدونم چیکار کنم. پگاه با زنک شب فرزنداش دید که از گرسنگی خواب نیستن، کودکاش گریه میکردن، دخترچاش گریه میکردن. امروز وای بر حال پدری که روش یا پدری که دخترش لباس نداره، یک حافظ $1,500 میاره عرق میتیه، چی کارا میکنه؟ دخترش میگه پدر جان بده لباس بخر، میگه پول ندارم. ای مرید دیوسی حرامه، تو پدر نیستی، تو خیانتکار هستی. بچهش میگه پدر جان من یگان صبح یگان لباس خوب بخرم، همسایه لباس داره، نه بچه جان ما حافظ فلانی حافظ میاریم، او $1,200 میگیره، باید ما حافظ بیاریم. اینا پدر نیستن، یا دشمن هستن، اینا خائن هستن، در روز قیامت جاشون دوزخ میشه. زن پگاهی رفت نزد مرد، نزدی هم خانی تاجی رفت، گریان در آمد. گفت که زنی زیبا چرا گریه میکنی؟ گفت امشب کودکام از گرسنگی خوابشون نبود، چیکار کنم؟ گفت شرط همون شرط، اگر قدیم از اینا بکنی هر چی بخوای میتونم تا. زن به خاطری کودکاش گفت مالش چه خیلی باشه کودکام نمورن، لباساش خانه در آمدن کشیدن. وقتی هر جلیش کردن بدن زن میلرزید، خیال میکرد که دستاش از بدنش جدا میشد. مرد نظر کرد گفت که زنی زیبا چرا تیغ میلرزی؟ گفت که از خدا میترسم، خدا ما را میبیند، از خدا شرم میدارم. مرد ایستاد گفت چیکار کردی؟ گفت از خدا میترسم. پگاه خدا میپرسه که چیکار کردی تو؟ مرد گفت که خداوندا این زن کم بغل از تو میترسه، چرا من نترسم؟ مرا اینقدر زن دادی، اینقدر پول و مال دادی، چرا من نترسم از تو؟ گفت مادر جان لباسات پوش، من در خدمتی تو هستم. چرا امروز مادری ما به سطر و به دیانت و به ناموس شده است؟ این خیل زنها بودن، این خیل زنها فرزندای زیبا میرامد. امروز مادر قدری خش گم کرده است، خشلیج کرده است، پیروی یهود کرده است، معاش بریده است، رنگی میمون کرده خشه. زن به گیسو زیبا داره، زن به سطر زیبا میشه. نیم که تو بدن تا پوشانیم بگه که من یوبکه میپوشم. زنه که بیچاره 50 درفته پاشوش برچینگ شده حاضرم در کوچه میبره، شرم نمیداره. یا یوبکه در بدنش 50 داشته همش پوچله شده حاضرم خدا شرم نمیداره. نعوذ بالله نمیدونم. من قسم به نام الله امروز نمیدونم مادرها را چی بگم، مردا را چی بگم. رسول الله در کجاست؟ صحابه بودن که رسول اکرم در صحبت صحابگان است. زن گریان نزد رسول اکرم آمد، گفت مادر جان چیکار کردی؟ گفت یا رسول اکرم شوهرم در تجارت بود، منش شیطان قضا کردی. نماز عصر امروز ما پروای نماز نداریم، مسجد ندیدیم، پگاه میبرن بعد دست پاش بسته مسجد میبرن، تلیج میکنه، دختر تلیج میکنه، همه را در 2-3 ساعت پول بسیار را میگیره میره. باید برای تو با بعضیش تعریف میکنه که اخ فلانی همسایه مرا رحمت کنه، حافظ میشناخته، بوریزاده قبرستان میشناخته، 1200 گفت رفتم 200 بخشید 1000 تا آمد. این مردمی تاجیک من نمیگم شما کدام راه رفتید با خرسند خم میگه پولی مکو، نه آخی پگاه دوزخ جاد میشه پولت با پگاه دوزخ فریاد میکنی که فلانی شما را نصیحت نکردی. كل نفس بما كسب رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. روز قیامت جنتی داخل جنت میشن، دوزخی داخل دوزخ میشن. حاضر اگر در این عصر 21 همین موعظه را ما کردیم، اگر 20 سال پیشتر بگم که برادران دوزخی ها با جنتی ها گپ میزنن، هیچ خیلی گپ میزنن. حاضر تاجیکستان با امریکا صورت دیده گپ میزنی کو جنتی قطعی دوزخی تلفن میکنه برادر ما سلککم فی سقر، تو در دنیا چی کارا بودی داخل دوزخ شدی؟ چی میگه؟ من در خانه بابی عبدالرحمن آش خوردم، شکمم پر شد، زن داشتم، همه چی داشتم، نه که مردم ها گوش کردن عبادت کردن، من گریختم، من در کار نبود. من گفتم که یا فناتیک هستن یا دوستی من هستن یا دشمن یا بیکار هستن. نماز نمیخوندم، میگم که یا مولا همونجا میگم نماز بخوان، من گفتم آزیاش هستم، من تن پرور هستم، حاضر برم عید بگردم تا بگه قطعی زنای بیگانی قزنای لیش تماشا کنم. رفتم نه پیشی خواندم نه چی، اصلا 76 بیکار گشتم. امروز مردم جام دوزخ من نفهمیدم. خدا جنتی ها چی میگفتن؟ ما سلککم فی سقر، تو چی کاره بودی در دوزخ میسوزی؟ چی میگفتن دوزخی ها؟ مرا فرزند داد، دختر داد، مرا چشم اینا داد، پای روان داد، دستی گیرا داد، من از حلقم درون میرفتم، من قربالام رفته بودم، دام کارپوش دیده بودم،
مردم های گلوش آب نمیگذشت، نه که من پن نگرفتم، من بینماز بودم، امروز سبب بینمازی مرا داخلی دوزخ کرد. بنابراین میری هاست سبب بینمازی، سبب رفیقی بد دوزخیت میگردانه. و ما یک موضوع را اندکک به جوانان میگم و بعد الحمدلله رب العالمین یک جای یگان آیت قرآن میخوانن، یگان غزل تاجیکی هم بخوانن، بعد دعا میکنیم.